خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. حدود 4 ماه گذشته من براتون ویدیوی اولترا هاست پارت دومشو گذاشتم که متاسفانه دیگه بنا به مشکلاتی نشد پارت سومشو بسازم و توی این ویدیو قراره که بریم پارت سومش رو هم با هم ببینیم. ناموسن؟ فقط قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو ممنون میشم ازتون این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو حالیت آل قرار بدید تا ویدیویی میذاریم بیایم زودتر به اون ویدیو رو ببینید. همچنین بهتون بگم که سرور دیسکوردمون هم افتتاح شده، لینکش توی دیسکریپشن همین ویدیو هست. خوشحال میشم که اونجا هم بیاید و خلاصه دوره هم باشیم. خیلی زیاد حرف نزنم، بریم سراغ ادامه ویدیو. خب دوستان عزیز، ما اومدیم با ویدیو که بهتون بگم چجوری گیم رو ران بدید. ویدیو رو گوش کنید، زیاد طول نمیکشه، مراحل سختی هم نداره اونجور که لیمی هاست داشت. خب بچه این گیم مود هستش، ای گیم مود اسمش. خب شما این رو از توی کانال تلگرام دانلود میکنید، لینک کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن ویدیو هستش. شما روی گیم مود یک بار ضربه میزنید، نگه نمیدارید، ضربه میزنید و این گزینه رو، گزینه سوم که extract to archive name هستش رو شما روش کلیک میکنید. حالا اگه زبانش هم فارسی باشه هم گزینه سومه. خب دوستان، بعد از استخراج شدنش پوشه گیم مود اینجا براتون میاد، اینو بازش میکنید و اینجا با فایل های گیم مود روبرو میشید. خب دوستان، در ابتدا شما تنها کاری که با گیم مود میکنید این هستش که فقط گیم مودش رو که توی این پوشه هست ویرایش میکنید و دیگه باید گیم مود رو آماده آپلود کردن میکنید. خب دوستان، شما پوشه گیم مود رو باز میکنید و از توی کانال تلگرامی ما این برنامه رو دانلود میکنید. اینها برنامه هستن که ما توی این ویدیو بهشون نیاز داریم. برنامه زد آرشیور، کویک ادیتور و NFTP که ما این دوتا برنامه رو فعلا کار داریم. این برنامه رو کارایش رو بهتون میگم چه وقتی هستش. خب باز از دوباره من میام توی زد آرشیور توی پوشه گیم مود و گیم مود ما این هستش، رول پلی 2 EWN یا همون پان. روش یک بار کلیک میکنیم، اینجا باز کردن یا اوپن هستش. ما روی این گزینه ضربه میزنیم و اولین گزینه که برامون میاره کویک ادیتور هستش، همون کویک ادیت که من گفتم این برنامه ها رو تو کانال تلگرام براتون قرار میدم. دوبار روش ضربه میزنیم و برنامه کویک ادیتور برامون باز میشه. سعی میکنیم تا گیم مود برامون لود بشه. همونطور که میبینید اینجا ساخته گیم هستش. یکم بیشتر که بیاید پایین، همونطور که میبینید اینجا یه قسمتی وجود داره که مربوط میشه به دیتابیس که اینجا حالا IP هاست دیتابیس هست، اسم دیتابیس، یوزر و پسورد، مثل همون لیمی هاست. حالا این رو از کجا بیاریم؟ خب ما میایم توی صفحه اولترا هاستمون و بعد از اینکه ما اومدیم میایم روی گزینه MySQL دیتابیس. خب روش ضربه میزنیم، من اشتباهی زدم. خب اوکی، روش ضربه میزنیم و میایم تو قسمت دیتابیس. اینجا باید یک دیتابیس برای خودمون بسازیم. همونطور که میبینید اینجا یک پنل وجود داره. ما روی این جا کلیک میکنیم و اسم دیتابیسمون رو مینویسیم. حالا هر چیزی میتونه باشه، مثلا من مینویسم MJ فم. اوکی، بعد از اینکه اینو نوشتید روی create database ضربه میزنید و ساب میکنید تا دیتابیستون ساخته بشه. بعد از اینکه ساخته شد روی گزینه close اینجا کلیک میکنید. خب دوستان، بعد از اینکه این دیتابیستون ساخته میشه اینجا براش یک هاست هست، یوزر هست و پسورد. حالا شاید شما این پسورد رو بخواید تغییرش بدید، خیلی کار ساده و راحتیه. اصلا میتونید از این پسوردی که الان اینجا بهتون داده استفاده نکنید. مثلا به عنوان مثال شما میتونید روی مداد اینجا کلیک کنید، یک صفحه‌ای براتون باز میشه
که شما اینجا میتونید پسورد مای اسکیول تون رو تغییر بدید. حالا مثلا من به عنوان مثال پسوردشو میذارم مثلا 11 22 33 44. بعد از اینکه پسورد مورد نظر خودم وارد کردم روی چنج اینجا کلیک میکنم و پسوردم تغییر پیدا میکنه. این اصلا اجباری نیست که شما پسوردتون رو تغییر بدید، اینو فقط من به این مثال گفتم که اگه شما خواستید پسوردتون تغییر بدید. خب بعد از اینکه پسورد تغییر روی این کلوز اینجا کلیک میکنید و همونطور که میبینید الان پسورد دیتابیستون تغییر کرده. خب حالا تو گیم مود اونجا باید چی وارد کنیم؟ خب این آی پی رو اینجا کپی میکنیم و میاریمش اینجا. حالا اینجا آی پی همونه ولی خب باز ما جایگذاریش میکنیم. قدم بعدی دیتابیس نیم هست که دیتابیس اینه. این رو کامل کپیش میکنیم، میاریمش کجا؟ میاریمش توی این گزینه دوم و اینجا پیستش میکنیم. بچه ها یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، این علامت هایی که میبینید کنار اینا هستن، حالا دو خطن اینا، ببینید من با فلش بهتون نشونشون بدم. ببین اینا رو اصلا پاک نکنید. اگه پاک کنید دیگه هیچ ارور بهتون میده، پس حواستون به این موضوع باشه. خب اما میریم سراغ یوزر نیم. یوزر نیم هم بچه این هستش. خب سرور خط فاصله 780 که ما این هم تو گزینه سوم جایگذاری میکنیم و پسورد رو هم که اینجا هستش روی این اعداد ضربی میزنیم و کپیش میکنیم. بهتون گفتم بچه ها اصلا نمیخواد شما پسوردتون تغییر بدید، اینو گذاشتم واسه اونایی که دوست دارن پسورد دیتابیسشون رو تغییر بدن. و تو گزینه چهارم هم پسورد دیتابیسمون رو وارد میکنیم. خب دوستان الان دیگه عملا کار ما با گیم مود تموم شده و باید یک خروجی ازش بگیریم. قبلش من سیوش کنم، اینجا روی این گزینه بزنیم که سیو بشه. خب گیم مود با موفقیت سیو شد. خب دوستان الان ما باید از گیم مودمون یک کامپایل بگیریم و باید بریم شبیه ساز ویندوز رو بیاریم و پاونو رو روش اجرا کنیم و اصلا یه درد سری. اما من بهتون میگم که اصلا نمیخواد شما این کار رو بکنید. چرا؟ چون که کامپایل گیم مود رو تو خود سایت اولترا هاست میگیریم بدون اینکه شما اصلا به شبیه ساز ویندوز دسترسی داشته باشید، حالا یا دسترسی داشته باشید یا نداشته باشید، یا اصلا لازمتون بشه یا نشه، چون که خود سایت پاون کامپایلر داره. حتی میتونید براتون گیم مود هم دیباگ کنه. حالا ما نیاز به دیباگش نداریم. خب دیگه کارمون با کویک ادیتور تموم شد. ما صفحه کویک ادیتور رو میبندیم و مجدد وارد زد آرشیور میشیم و تمام فایل های گیم مود رو انتخاب میکنیم. حالا چجوری انتخابشون کنیم؟ این سه نقطه بالا رو میزنیم و اینجا روی مولتی سلکت انتخاب چندگانه و اینجا روی این دو تیک میزنیم. بعد از اینکه روی این دو تیک زدیم روی سلکت آل کلیک میکنیم و همشون انتخاب میشن. روی یکیشون دستمون رو فشار میدیم. بعد از اون روی کمپرس یا فشرده ضربه میزنیم. بعد از اون روی کمپرس لول کلیک میکنیم و این رو تا نهایت میذاریمش آخر که اولترا هستش که حجمش کمتر بشه موقعی که فشرده میشه. بعد از اون روی گزینه اوکی کلیک میکنیم تا گیم مودمون فشرده بشه و دیگه بتونیم آپلودش کنیم روی سایت اولترا هاست. خب بچه بعد از اینکه گیم مودمون به فایل زیپ تبدیل شد ما باید آپلودش کنیم توی سایت. اما از توی سایت نمیریم آپلودش کنیم. پس از کجا آپلودش کنیم؟ با برنامه EndFTP که خیلی راحت تره. حالا چجوری EndFTP رو راش بندازیم؟ فقط کافیه که شما برنامه‌ش رو باز کنید. میتونید واسه دانلودش هم بیاید تو کانال تلگرام، لینک کانال تلگرام تو دیسکریپشن هست. وقتی که بازش میکنید یه همچین نمای ساده ای داره.
برای اینکه شما وصل بشید به سایت اولترا هاست و گیم مود اونجا آپلود کنید یه کار ساده باید انجام بدید که فقط کافی که روی این به اضافه بالا کلیک بکنید. خب اینجا اصلا رو هیچ کدوم از این گزینه‌های بالا ضرب نزنید، همینی که هست کافیه. این رو هم دست نزنید، این رو دست نزنید، هیچ کدوم رو دست نزنید. همین کاری که من میگم رو انجام بدید که به سرورتون کانکت بشه. خب وارد اولترا هاست میشیم، از قسمت کنترل پنل میایم روی قسمت FTP. همونجور که یادتون باشه اسم برنامه هم بود EndFTP. اینجا یه دونه اکانت FTP باید برای سرورمون بسازیم تا بتونیم با اون برنامه بهش کانکت بشیم. خب ما تو این پنل میایم و اینجا مثلا FTP نیمشون مثلا من میذارم MJ، حالا هر چیزی دوست داشتیم میتونیم بذاریم، پسوردش هم میتونیم تغییر بدیم ولی خب من تغییر نمیدم. اینم که گزینه سومش فولدر اصلا به درد ما نمیخوره، مخصوص اونایی که پریمیومشو دارن و حالا هیچ ولش کنین، اینو دیگه بیخیال بشین. خب بعد از اینکه اسمشو گذاشتید اد اکانت رو میزنید و سعی میکنیم تا اکانتمون ساخته بشه. بعد از اینکه اکانت ساخته شد اینجا روی کلوز اینجا کلیک میکنیم. خب حالا میخوایم FTP رو به سرورمون کانکت بدیم یا حالا باش فایل آپلود کنیم روی سرور اولترا هاست. در قدم اول این هاستی که اینجا نوشته رو ما باید کپیش بکنیم. روی کپی میزنیم، میایم اینجا و تو گزینه اول که نوشته هاست نیم این رو جایگذاریش میکنیم. خب این از این. باز از دوباره میریم توی سایت اولترا هاست. جلوی این هاستی که اینجا هست یه پورت وجود داره که 21 هستش. ما این پورت رو هم حالا کپیش نمیخواد بکنید، پورتش رو هم اینجا توی این قسمت پورت اونجا توی سایت بود 21 رو اینجا جایگذاریش میکنیم، به این هم دست نمیزنیم. خب حالا باید یک یوزر پسورد هم اینجا بذاریم. یوزر نیم همون اسمی که وارد کردیم تو مرحله اول این هستش. ما یوزر نیم رو کپی میکنیم و توی قسمت یوزر نیم که این قسمت هستش جایگذاریش میکنیم و میایم اینجا تو قسمت پسورد، اینجا که پسوردمون رو نوشته پسورد رو هم کپی میکنیم و توی قسمت پسورد که این هستش پسورد رو جایگذاریش میکنیم و روی گزینه سیو کلیک میکنیم. خب اینجا میگه که هاست همینه، اوکی رو میزنیم و میگه که با موفقیت سیو شده. ما میایم بیرون و میبینیم که بله یه دونه پوشه اینجا اد شده برامون به نام اولترا هاست. روش ضربه میزنیم و صبر میکنیم تا کانکت بشیم. خب الان ما با فایل های سرورمون کانکت شدیم. در مرحله اول ما باید یک سری کارا رو انجام بدیم. ابتدا پوشه فیلتر اسکریپت رو باز میکنیم. بچه این الان تو سرور ها، خب توی سرورمون کانکت شدیم به فایل هاش، داریم فایل رو ویرایش میکنیم. خب باید همه اینا رو حذفشون کنیم به جز یکی. حالا اون یکی کدومه؟ اون یکی اولترا هاسته که حتما باید این باشه. خب برای اینکه شما اینها رو پاکشون کنید باید روی این سه نقطه بالا کلیک بکنید. بعد از اینکه کلیک کردید اینجا سلکت آل رو انتخاب کنید، انتخاب هم. آخری ultrahast.amx شما دستتون روش نگه میدارید که تیکش برداشته بشه. بعد از اینکه شما این کار کردید باز از دوباره روی این سه نقطه بالا کلیک میکنید و رو گزینه دلیت یا همون دیلیت ضربه میزنید که تمام اینا پاک بشن، چون ما نیازی بهشون نداریم. روی اوکی ضربه میزنیم و صبر میکنیم تا پاک بشن.
چون که خب گیم مود خودمون فیلتر اسکریپت داره. حالا چرا اینو نمیتونیم پاک کنیم؟ چون که این باید باشه، مال اولترا هاست دیگه، مهمه. خب این کارو که کردیم میام تو پوشه گیم مود هم کامل باید خالیش کنیم. باز از دوباره رو همون سه نقطه بالا کلیک میکنیم، روی سلکت آل، سه نقطه و دیلیت. خب این کاری که انجام دادیم، حالا بریم توی سایت خود اولتراس بهتون نشون بدم که واقعا فایل ها پاک شدن. فقط کافیه که بیایم توی فایل منیجر، بعد از اینکه اومدیم، حالا همین پوشه فیلتر اسکریپت، همین پوشه اول رو من براتون بازش میکنم. همونطور که میبینید فقط همون ultrahas.amx داخلش وجود داره، پس فایل ها رو باید پاکشون کنید، اون چیزایی که توی endftp با هم پاک کردیم رو. خب حالا میریم سراغ آپلود گیم مود. بچه ها گیم مود رو حالا چجوری باید آپلودش کنیم و اصلا چجوری باید به فایل های گوشیمون دسترسی پیدا کنیم؟ روی این گوشی بالا کلیک میکنید و دیگه واسه بک زدن از این گزینه استفاده میکنید و میرید تو فایل های گوشیتون. میرید معلوم تو فایل های گوشی من. خب حالا اینجا برای شما تار هستش، چون که من دارم دنبال گیم مود. بعد از اینکه گیم مود رو پیدا کردیم، باید روی گیم مود یه لحظه دستمون فشار بدیم که اینجاش تیک بخوره. خب یه تیک سبز بخوره. بعد از اینکه تیک سبز رو خورد، ما روی این گزینه ضربه میزنیم تا گیم مود رو برامون آپلود کنه. و الان میگه که مطمئنی که میخوای آپلودش کنی، شما اوکی رو میزنید، بدون فیلتر شکن شما اینو میتونید آپلودش کنی. خب الان ما صبر میکنیم تا گیم مود برامون آپلود بشه. خب بچه بعد از اینکه شما گیم مود رو آپلود کردید، خب دیگه نیازی به endftp ندارید. پنجره اینو پنجره زد شیوه رو میبندیم. دیگه اصل کارمون الان با خود اولترا هاسته و اصلا هم کاری نداره. در مرحله اول شما توی کنترل پنل ابتدا باید بیاین تو قسمت آنزیپ فایل. خب توی این قسمت بچه تاکید میکنم حتما گیم مودتون زیپ باشه، اگه نباشه اصلا نمیشه استخراجش کرد. خب اینجا خودش حالا گیم مود انتخاب کرده، فولدر هم انتخاب کرده، شما اصلا دست بهش نمیزنی. تنها کاری که میکنی همین آنزیپ رو میزنی و اینجا میگه مطمئن یا اینا، آنزیپ رو میزنم و اینجا الان داره گیم مود رو اکسترکت میکنه. خب اینجا من حالا چند گیم مود اینجا تست کردم که اینجا فینیش زده، باید این بالایی هم فینیش بزنه. خب الان گیم مودمون استخراج شد. حالا باید چی کار کنیم؟ در این مرحله ما باید دیتابیس رو ایمپورت کنیم. واسه ایمپورت کردن دیتابیس اصلا کار سختی نیست، خیلی هم اتفاقا ساده است. فقط کافیه تو کنترل پنل بیاین تو قسمت MySQL دیتابیس. تو این قسمت که اومدین میاین توی پنل، تو این پنلی که حالا دیتابیس هست، اطلاعات و اینا، روی ایمپورت SQL فایل ضربه میزنید. خب اینجا بچه‌ها برای شما رول پلی رو آورده که شما اینو باید تغییرش بدید. به چی تغییرش بدید؟ روش ضربه میزنید. اینجا یکی دیگه هست به نام سرور 2002 خط فاصله اسنایپر. شما این رو انتخاب میکنی. بعد از اینکه انتخابش کردید تو گزینه دوم سلکت دیتابیس، اون دیتابیسی که یادتونه با هم ساختیم اسمشو گذاشتیم MJFam، اون رو انتخاب میکنیم و رو گزینه ایمپورت کلیک میکنیم. بعد از اینکه کلیک کردیم اینجا هم باز رو گزینه ایمپورت کلیک میکنیم و کمی صبر میکنیم که مثل حالا اونجا رفتیم استخراجش کردیم، اینجا هم دیتابیسمون ایمپورت بشه و دیگه آره. خب کمی صبر میکنیم تا دیتابیسمون هم ایمپورت شه. خب بچه‌ها بالاخره دیتابیسمون هم ایمپورت شد. خب مرحله بعدی
باید چی کار کنیم. مرحله بعدی، اگه یادتون باشه ما با برنامه کویک ادیتور گیمود رو ویرایش کردیم اما ازش کامپایل نگرفتیم. حالا باید از گیمود کامپایل بگیریم. توی کنترل پنل یه قسمتی وجود داره به نام پاوند کامپایلر. ما روش کلیک میکنیم. بعد از اینکه ما روش کلیک کردیم اینجا حالا چون که یه دونه فایل هست داخلش، ما اینجا روی این گزینه ضربه میزنیم، گزینه اولش. اینجا ما گیمودمون که اسمش رول پلی 2 هست رو انتخاب میکنیم. دیباگ هم که اصلا کاری بهش نداریم و رو گزینه کامپایل ضربه میزنیم. خب حالا داره برامون گیم مود کامپایل میکنه. ما رو این کلوز میزنیم و صبر میکنیم که گیم مود برامون کامپایل بشه. خب بچه گیم مود کامپایل شد و همونطور که میدید نوشته فایل مثلا پاوند کامپایل شد. و اگه حالا مثلا اینجا شما بیاید این رو ببندید، بیاید تو این لایه اینجا نگاه کنید، همونطور که میبینید این کامپایل شده. خب بچه ما دیگه الان تقریبا کارامون تموم شده، فقط مونده کانفیگ سرور رو بچینیم. کانفیگ سرور رو از کجا بچینیم؟ شما کنترل پنل رو میاری روی سرور کانفیگ ضربه میزنی، کانفیگریشن سرور. خب در قسمت اول هاست نیم شما باید یه دونه فاصله به این بدی و این دوتا کروشه‌ای که گذاشتن واسه این سایت اولتراهاست رو پاک کنی. حالا میگه امیر چرا ما این اسم سایت رو باید بذاریم حتما اسم سرورمون؟ چون که قانون سایت اینجوری بهتون اجازه میده که سرورتون ران بمونه. خب اینو که اوکی کردین دیگه به هیچ کدومشون دست نمیزنید، میایید پایین پایین. خب توی این قسمت حالا فیلتر اسکریپتس ها خودش انتخاب کرده کدوم فعال باشه، خودش انتخاب کرده. ما میایم تو قسمت پلاگین فیک باتس رو که اصلا نمیذاره شما ران کنی. اینجا این پلاگینه که فعال نیستن و فعالشون میکنیم به جز فیک بات و روی سیو کانفیگ ضربه میزنید. سمپ وایس چت هم بچه داره، خیالتون راحت باشه. خب کانفیگ سرورمون با موفقیت تغییر کرد. حالا دیگه سرور برای ران کردن آماده هستش. فقط کافیه که تو کنترل پنل سرور اوورویو رو بزنید و خیلی راحت روی استارت سرور ضربه بزنید. بعد از اون که روی استارت سرور ضربه زدید، سرور با یه بشکن خوشگل براتون ران میشه. خب دوستان عزیز، سرور ران هستش، اینم آی پی سروره. اگه شما روی آی پی کلیک بکنید میتونید با کلیک کردن روی آی پی اونو کپیش بکنید. پارت 1 و 2 ویدیوی اولتراهاست رو هم حتما ببینید. دیگه زیاد وقتتون رو نگیرم، بریم با هم سرور رو تستش بکنیم و ببینیم که چجوری هست. و حتما باید اونجا توی موقع ورود به سرور یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم که اون رو رعایتش کنید که به مشکل نخورید. دوستان عزیز، ما الان میخوایم کانکت بشیم به سرور. خب در این قسمت اول ما باید یک پسورد برای خودمون وارد بکنیم که حالا من یه پسورد وارد میکنم. موقعی که پسوردمون رو وارد کردیم اینجا از دوباره باید همون پسوردی که وارد کردیم رو داخل این کاد وارد بکنیم. خب اینجا جنسیت رو انتخاب کنیم که اولی مرد هستش و دومی هم زن و سلکت رو میزنیم. سنمون رو میخواد از 13 تا 99. خب بچه ها این حالا شما میگید چیه؟ یک سری سوال ها میپرسه که حساب شما رو ویریفای کنه که تمامی اینا جوابش عدد 20 هستش. من ویدیو رو سریع میکنم که اینا رو بزنم و بهتون خلاصه دیگه نشون بدم. خب بچه بعد از اینکه همه اینا رو زدید براتون میاد و میگه شما مطمئن هستید، شما یس رو میزنید و میگه که درسته و خلاصه دیگه اکانتت ویریفای شده و میتونی به بازی کردن ادامه بدی.
خب اینجا شما حالا باید یک اسکین رو برای خودتون انتخاب بکنید. همین یک صفحه هم هستش دیگه نداره اسکین، که حالا من یک اسکین رو انتخاب میکنم و میتونم پلی بدم. خب بچه‌ها دیگه زیاد وقتتون رو نگیرم، خیلی دیگه تایم ویدیو زیاد شده. بریم که آموزش ادمین شدنش رو هم بهتون آموزش بدم. بریم برای آموزش ادمین شدن. خب دوستان عزیز، ما الان میخوایم ادمین بشیم توی سرورمون و نمیدونم باید چی کار کنیم. من برای راحتی شما اومدم و یک CMD اد دادم که شما با وارد کردن اون CMD میتونید خودتون رو توی سرور ادمین بکنید. فقط کافیه که /support آیدی خودتون که 0 هستش و رنگ ادمین رو وارد کنید که آخرین رنگ توی این گیم مود، یعنی همون رنگ اونری 7 هستش. وقتی میزنید بله شما الان ادمین شدید. /a دیوتی رو هم وارد میکنید که در حالت آن دیوتی قرار بگیرید. اگه خواستید آف دیوتی کنید هم همین ای دیوتی رو میزنید. خب ما الان از اینجا اسپان شدیم چون که ای دیوتی کردیم دیگه. ادمین های موقعی از اینجا اسپان میشن. چون ما رنگ اونری هم داریم، فکر کنم گاد مود هم برامون فعال هستش. و اگه خواستید یکی از دوستاتون رو مثلا ادمین کنید، میتونه خود دوستتون مثلا از همین CMD استفاده کنه. ولی خب CMD های دیگه هم هستن مثل میک هلپر و میک ادمین. خب برای اینکه ببینید CMD های ادمینی چی هستن، فقط کافیه که /a help رو بزنید، یه پنل براتون باز میشه که یک سری CMD ها رو براتون اینجا میاره. مثلا CMD های فاندر مثلا /give money all هستش که مثلا به شما به همه پلیرهای سرور مثلا با این میتونی پول بدی، یا مثلا /o رو بزنی مثلا سلام، مثلا چت همگانیه که شما میتونی این کارو انجام بدی. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی زیاد صحبت نکنم چون تایم ویدیو به شدت بالاست و دیگه نمیخوام بیشتر از این بشه. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.